بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، ما در سلسله برنامه های شناخت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قرار داریم و موضوع امروزه ما درباره یکی از صفتهای پیامبر که فروتنیست خواهد بود و شاهد اول ما آیت کریمه است که خداوند عزوجل در سوره شعراء می فرماید: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین، و برای مؤمنانی که از تو پیروی میکنن فروتن و مهربان باش. در این آیت کریمه خداوند عزوجل امر میفرماید به پیامبر گرامی که فروتن باشد و اینچنین نرم باشد و اینچنین مهربان باشد برای مؤمنانی که فقیر هستند. و حدیث های زیادی داریم که شهادت این را میدهد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خاکسار و فروتن بودند. یکی از حدیث هایی که امام بخاری و امام مسلم روایت میکند که میفرماید: فکان یمر علی الصبیان فیسلم علیهم. جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتا به نزد کودکانی که میگذشت به آنها سلام میداد. و دیگر از نشانه فروتنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بود که و یجالس المساکین، با کسانی که فقیر و ناتوان و مسکین بودند با آنها همنشین بود، می نشست. دیگر از فروتنی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که و یمشی مع الارملة والیتیم فی حاجتهما، با زنانی که از شوهران خود جدا شده بودند و یتیمان راه می رفت و نیاز آنها را برآورده می کرد. و دیگر از نشانه های فروتنی پیامبر خدا این بود که و یجب دعوت من دعاه ولو الی ایسر شیء، و اجابت میکرد، قبول میکرد دعوت کسی که او را دعوت میکرد، اگر چنده که اندکترین چیز هم که میشد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم دعوت را رد نمیکرد بلکه قبول میکرد و به اونجا میرفت. و اینچنین و یعود المریض، دیگر از نشانه های فروتنی پیامبر گرامی این بود که بیماران را عیادت میکرد، به زیارت بیماران میرفت. و یشهد الجنازه، و اینچنین در جنازه ها اشتراک میکرد. و یرکب الحمار، و اینچنین بالای خر هم می نشست، یعنی نگاه نمیکرد که این خر هست یا اسب یا شتر، از فروتنی خود، از تواضع خود بالای خر هم سوار میشد. و یجیب دعوت العبد، و اگر غلام هم که او را دعوت میکرد دعوتش را اجابت میکرد و به زیارت او میرفت. دوستان گرامی قدر، حالا ببینیم که این قدر نشانه هایی که در حدیث های گوناگون از حیات پیامبر، از فروتنی پیامبر صلی الله علیه وسلم بیان کرده شد. پس هر یکی ما برامون ضروری است که از این حیات پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بیاموزیم و در حیات خود تطبیق کنیم تا اینکه خوشبختی دنیا و آخرت ما گردد. این چنین اگر جایی که بیوزن ها هستند و ما امکانیتی کمک به آنها داریم کمک کنیم که جناب پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم این را برای ما مختارن. و این چنین بر یتیمان و ببینیم که نظر نمیکردن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم که در راه کودک است یا بزرگ است به آنها سلام میدادن. و می شود گفت که یک سنتی که محجور است، یا سنتی که تقریبا از بین رفته است، همین سلام دادن است که پیامبر خدا برای ما می آموزد. اگر در راه است، در خیابان است، هر کجایی که ما نفری رو می بینیم از خودمان بزرگ است یا خرد است، حتما باید به آن سلام دهیم. و اگر از ما کسی نیاز می خواهد، حاجت می خواهد، تا مقدار توان حاجت و نیاز آنها را برآورده کنیم. و با کسانی که فقیرن از آنها دور نباشیم بلکه با آنها همنشین باشیم، از درد دل آنها خبر داشته باشیم. همه این تعلیم جناب پیامبر خداست که برای من و شما می آموزد. خداوند برای ما توفیق بندگی را عنایت عطا بفرماید که پیرو حقیقی جناب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشیم. خداوند یار و مددگار.